سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوایم بریم با غذاهای خوزستان آشنا بشیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. همیش باقالا، موادش باقالای تازه، پیاز، نمک و ادویه، آب نارنجی یا رب انار و روغن حیوانی. نان چرب، موادش روغن حیوانی، گوشت، زعفران، نخود، نمک، زعفران، پیاز و کشمشه. همیز توله یا پنیرک، موادش توله یا پنیرک، پیاز، سیر، رب انار، تمر هندی، پودر لیمو عمانی، نمک و فلفله. دمی ماش، برنج، ماش، پیاز، نمک، فلفل، زردچوبه، کره و زعفرانه. باقالا توه دسفولی، موادش باقالا، آب، نمک، آب لیمو و پونه است. و باقله، موادش از باقالا، پیاز، روغن، زردچوبه، آب، فلفل، نمک، سیر داغ، پونه نارنج یا لیمو ترشه. و عدس، موادش عدس، سیر پخته، پیاز داغ، فلفل سیاه، زردچوبه، نمک، آب نارنج، رب انار ملسه. خوراک لوبیا چشم بلبلی، موادش پیاز، روغن، لوبیا چشم بلبلی، پیاز داغ، نمک، فلفل، سیر داغ، پونه و آب نارنجه. لوبیا پلو، موادش برنج، لوبیا چشم بلبلی، سبزی پلویی، زعفران و روغن حیوانیه. پوکو سیب زمینی، موادش سیب زمینی، تخم مرغ، نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، گلپر و ادویه کاریه. قرمه سبزی با لوبیا چشم بلبلی، موادش لوبیا چشم بلبلی، ترشه قرمه سبزی با لیمو عمانی، آب قوره، آب نارنج، تمر هندی و فلفل تنده. تنگو، بنگو یا ماست و خیار. و مرغ، موادش مرغ، پیاز متوسط، سیب زمینی، رب گوجه فرنگی یا پوره گوجه فرنگی، رب گوجه فرنگی یا پوره گوجه فرنگی، نمک، فلفل و زردچوبه است. حلوا دسفولی، موادش آرد سفید، روغن جامد، آب ولرم، زیره سبز، خمیرمایه، نمک، خرما، زنجبیل و زعفران دم کرده است. خوراک ماش، موادش ماش، سیر، پیاز داغ، نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، آب نارنج و رب انار ملسه. دلمه پر دسفولی، موادش برنج محلی، انگور یا برگمو، نخود لپه شده، کشمش، زرشک، پیاز، نمک، فلفل، زردچوبه، دارچین، رب انار و شکره. دوستان مرسی تا اینجا همراهمون بودید. لایک و ساب فراموش نشه، کامنت هم بذارید. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی، بدرود.